درود بر همراهان عزیز. بنده حسین قربانی، بنیانگذار مجموعه ولانت نوت هستم. سال هاست که در حوزه هنر، به خصوص هنر فاخر موسیقی، در زمینه نوازندگی و آموزش مشغول تحصیل و تجربه‌ام و همواره کوشیدم در زمینه‌های فوق حرفی تازه، بیانی نو و متفاوت عرضه کنم. مجموعه ولانت نوت با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و هنر، به خصوص در حوزه موسیقی، تولیداتی در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی با رویکردی نو و متفاوت داشته و خواهد داشت. این مجموعه حاصل همیاری و همکاری و هماندیشی بنده با جمعی از صاحب نظران و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف ادبی و هنری است و همواره در این مجموعه کوشیده ایم بیانی متفاوت و نو از هنر و موسیقی و آموزش آن، چه در عرصه عملی چه در عرصه مبانی نظری، داشته باشیم. جا داره از تمام عزیزانی که عاشقانه و خالصانه در این مجموعه کنار بنده حضور دارند و برای به ثمر رسیدن هر برنامه‌ای در این مجموعه بی‌وقفه تلاش می‌کنند صمیمانه تشکر کنم. و تشکری ویژه دارم از شما همراهان عزیزمان که همواره با ما در این جریان جاری هستین و یار و یاور همیشگی مایید و خوشحال میشویم که ولانت نوت رو در پلتفرم‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ولانت واژه‌ای فرانسوی است به معنای رهایی، سبکبالی و نوت استعاره از خود من و خود شماست. پس بیایید در کنار هم رها و سبکبال در دنیای هنر و موسیقی پرواز کنیم و چون ققنوسی نغمه خوان نغمه درون خیش باشیم. از تاریخ موسیقی تا موسیقی تاریخ، مجری و گرداننده حسین قربانی، کارشناس مازیار رئیسی. کاری از مؤسسه فرهنگی هنری ولانت نوت. با نام و یاد خدا. درود بر دوستان عزیز، شنوندگان محترم و هنرمندان و هنر دوستان گرامی. بنده حسین قربانی هستم و بسیار خوشحالم و خدا را شاکرم که فرصتی دست داد در زمستان سال 1403 خورشیدی توانستیم جریان این پادکست را جاری کنیم. به هیچ حرف اضافه‌ای مایلم که دوست گرانقدری را که روبروی بنده نشستند و در جریان این پادکست در کنار بنده بودند و با تلاش‌های شبانه روزیشون و دریای وسیع دانششون در کنار ما بودند، همیشه بهتون معرفی کنم. و اون دوست کسی نیست جز جناب آقای مازیار رئیسی و خیلی خوشحال میشم که مازیار جان خودتون رو به شنوندگان محترم ما معرفی بفرمایید. خیلی ممنونم حسین عزیز. من هم سلام میدم به شما و تمامی مخاطبان و شنوندگان عزیز این پادکست. من مازیار رئیسی هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی و به طور همزمان پژوهشگر آکادمیک در رشته فلسفه محض. خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد به لطف شما و کلیه دستاندرکاران این پادکست که یک فرصتی پیدا کردم که آموخته ها و تأملات اندک خود را در این زمینه با عزیزان به اشتراک بگذارم. در خدمتتون هستم. عزیز دلی مازیار جان، به قول ما ایرانی‌ها شکست نفسی میفهمید و چون میدونم که از القاب و
اضافات زیاد خوشت نمیاد، من دوست داشتم جناب دکتر خطابت کنم چون مازیار جان دانشجوی دکترای فلسفه محض هستن و به قولی زیاد مایل نیستن که درگیر القاب و الفاظ بشن. اما من شما رو در این پادکست اگر مشکلی نباشه مازیار جان خطاب کنم، بهترین گزینه است. عزیز دلی، و اینکه این صفا و صمیمیت جاری باشه بینم. خب مازیار جان، لازمه که خاطر نشان کنم صمیمانه از تمامی همکاران و دوستانی که در این زمینه، در زمینه ساخت و تولید پادکست، در بستر موسیقی، در بستر هنر همواره فعال بودند، همواره اثر خلق کردند، به نوبه خودم تشکری داشته باشم و قدردان زحمات این عزیزان هستیم و ما هم در این پادکست کوشیدیم در حد وسع خودمان بتونیم جریان ساز باشیم و بتونیم شاید اون مباحثی که کمتر بهش پرداخته شده و راجع بهش صحبت شده بتونیم ازش سخن بگیم، با هم دیگه بررسی کنیم، تحلیل کنیم و به نتایج خوب و مثمر ثمری برسیم. و مازیار جان، همانطور که میدونی زکات دانش اشاعه و تعلیمش، اشاعه و تعلیم و انتشار آنه و ما با مهر و با عشق این سلسله جلسات رو در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهیم کرد به رایگان تا دوستان بتوانند استفاده کنند و براشون مفید باشه. یاد شعری از سهراب افتادم مازیار و دوست دارم که پیش از شروع این جلسه این شعر را بخونم. بسیار عالی. شاید وصف حال کاری که میخوایم انجام بدیم باشه و جریانی که داریم جاری میکنیم. سهراب عزیز میگه که من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن، من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین، رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلاغ، هر کجا برگی هست شور من میشکفد، مثل یک گلدان میدهم گوش به موسیقی رویدن. خب مازیار جان، مشتاقانه مایلم که راجع به عنوان پادکستمون صحبتی داشته باشیم. عنوانی که من برای این سلسله جلسات در نظر گرفتم هست از تاریخ موسیقی تا موسیقی تاریخ. از تاریخ موسیقی تا موسیقی تاریخ. چه نام جذابی. شاید برای شنوندگان عزیز این سوال بیاد آیا صرفاً این نام بازی با واژگان است یا هدفی دیگر پشت این نامگذاری هست؟ قطعاً چیزی بیش از واژه آرایی مد نظر من بوده در انتخاب این عنوان. در واقع ما قراره در این سلسله جلسات در پادکستمون راجع به تاریخ موسیقی صحبت بکنیم و از تاریخ موسیقی پلی بزنیم به موسیقی تاریخ. به موسیقی تاریخ. بله. یعنی موسیقی تاریخ را بخوانیم از لابلای تاریخ موسیقی. یک قضیه دو شرطی است پس. بله، دو سویه، از یکی به دیگری میریم و از دیگری دوباره به اولی باز میگردیم. هر کدام پلیس به آن یکی. بله، و این فرایند رو به طور پیوسته انجام میدیم. یعنی یک سیر تاریخی رو آغاز میکنیم و در تمامی دوره‌های تاریخی که راجبشون صحبت میکنیم از تاریخ موسیقی به موسیقی تاریخ میریم و باز دوباره از موسیقی تاریخ به تاریخ موسیقی باز میگردیم. حالا چند و چونش رو بعد شنوندگان ما منتظر
روند کاری ما بمونن تا دریابن. خب مازیار جان، اگر مایل باشی راجع به بخش اول عنوان پادکستمون سوالی ازت بپرسم. کلاً صرفاً تاریخ موسیقی یعنی چی؟ ما قراره که در تاریخ موسیقی چی رو بررسی کنیم؟ اصلا واژه تاریخ موسیقی برای ما، برای شما مازیار چه مفهومی داره؟ بله، پرسش بسیار نیکویی است و من نیز مایلم در جلسه نخست به ترسیم نقشه راهمون بپردازم و این پرسش شما رو هم پاسخ بدم در همین جلسه. پس چه جذاب. قراره که در جلسه نخست ما یک نقشه راهی رو ترسیم کنیم و بدانیم که به کجا میخوایم بریم. بله. نخست باید توجه داشته باشیم که باید اول راجع به خود تاریخ نگاری صحبت بکنیم به طور عام، تا بعد بریم راجع به تاریخ نگاری موسیقی به طور خاص صحبت بکنیم. باید توجه داشته باشیم که هر گونه تاریخ نگاری عبارت است از گزینش مواد و مصالح خاصی از تاریخ بر مبنای یک رویکرد یا یک عینکی که اون رو از روی خود پدیده ها و وقایع یا رویدادها اخذ نکردیم، بلکه اون عینکی است که با آن به رویدادها، پدیدارها و وقایع می‌نگریم. چه زیبا از این تعبیر عینک استفاده کردیم و خیلی دوست دارم که بدونیم که عینکی که ما در این سلسله جلسات بر چشمان خودمون میخوایم بذاریم و باهاش سیر تاریخی موسیقی رو نظاره کنیم چه عینکی مازیار جان؟ بله، ببینید باید توجه داشته باشیم اینکه وقتی من از عینک صحبت میکنم مرادم اینه که همیشه یک رویکرد باعث جمع‌آوری داده ها و اطلاعات میشه. بر پیشانی هیچ رویدادی یا واقعه‌ای ننوشته که من رو برگزین و دیگری بگوید من مناسبش نیستم، من رو وارد کار نکن. این عینک ماست که باعث میشه ما انتخاب بکنیم این یا آن پدیدار خاص رو و صرف نظر بکنیم از انتخاب پدیده دیگر. مثلا فرض بکنیم ما میخوایم به تاریخ علم بپردازیم. شاید در وهله نخست این باور رو داشته باشیم این که دانشمندان علوم مختلف متعلق به کدامین طبقه اجتماعی سیاسی باشن شاید به علم ربطی نداشته باشه. فیزیکدان یا شیمیدان نظریه خودش رو میگه، بحث‌های خودش رو طرح میکنه، حالا اینکه او به لحاظ اجتماعی به چه طبقه‌ای تعلق داره، چه ارتباطی به تاریخ علم داره. اما اگر از قبل این نظریه رو داشته باشیم، با این عینک نگاه بکنیم که نظریات علمی متأثر و بل متعین میشن توسط طبقه اجتماعی اون عالم، مجبور میشیم در تحلیل خودمون از تاریخ علم پای طبقات اجتماعی که عالمان به اون تعلق داشتن رو هم وسط بکشیم. و درست میگی مازیار جان، خیلی مهمه که برای شناخت هر دوره‌ای ما اول بیایم شرایط حاکم بر سیاست، اجتماع، بعضی وقتا شاید اقتصاد و تمام جوانب آن دوره را بسنجیم، تحلیل کنیم تا بتونیم اون شخصی که در این دوره زندگی میکرده رو بهتر بشناسیم و بعد بتونیم اثر، هنر یا اون علم و نظریه‌شو بشناسیم. دقیقاً همینطوره. نخست باید توجه داشته باشیم که دامنه موضوعی تاریخ موسیقی چه چیزهایی میتونه باشه، یعنی چه چیزهایی روی میزه و میتونه به عنوان کاندیدای پادکست ما در سلسله جلساتمون در مورد تاریخ موسیقی به کارمون بیاد و تا به کنون چه دامنه ای از موضوعات موضوع تاریخ‌های موسیقی مختلف بوده و در نهایت به اینجا برسیم که ما میخوایم چی کار بکنیم. خب مازیار جان، سوالی دارم. ما واژه موسیقی رو به طور کل به چه نوع اصواتی میتونیم اطلاق کنیم؟ بله، پرسش بسیار مهمی است. باید توجه داشته باشیم
که تمامی تاریخ نگاران موسیقی در این مورد در دوره‌های تاریخی مختلف نظر یکسانی نداشتند. شاید یک تصور عام و رایج باشه که مثلا ما به صدای موسیقی طبیعت دیگه کاندیدایی تحت عنوان اینکه میتونیم وارد تاریخ نگاری موسیقی بکنیم دیگه لحاظ نمی‌کنیمش. حتی اگر صدای طبیعت که یک موسیقی بسیار زیباست و ارزشمند هست در جای خودش باقی خواهد ماند، اما شاید مورد بحث در تاریخ ادوار مختلف موسیقی نبوده باشه. درسته؟ بله. ما ممکنه صدای آبشار رو بشنویم، صدای یک بلبل رو بشنویم، خیلی هم لذت ببریم، اما تا به کنون موضوع تاریخ موسیقی طبیعت نبوده. از اون گذشته خیلی جاها ممکنه به ویژه در زندگی مدرن صنعتی امروزه ما اصواتی بیاد، مثلا یک ماشین ترمز بکنه به طور ناگهانی و یک صدایی پدید بیاد، صدای ناهنجاری باشه، ما راجع به اونم بحث نمی کنیم، در دسته‌بندی ما نمی گنجه. بله. اما همین اصواتی که چه بسا بی ربط بیاد به تاریخ نگاری موسیقی در تصور رایج، از یک دوره‌ای به بعد ممکنه خیلی مهم بشه و وارد تاریخ موسیقی بشه. مثلا در قرن 20 ما شاهد ظهور آهنگسازانی هستیم که از اصواتی که چه بسا برای بسیاری از آدمیان نابهنجار و نامطبوع بیان استفاده کردن و اگر بخواهیم راجع به تاریخ موسیقی در قرن 20 صحبت بکنیم باید پای اون اصوات رو هم به میان بیاوریم. حتی در مورد آهنگساز مشهور آمریکایی در قرن 20 به نام جان کیج ممکنه چیزی رو وارد تاریخ موسیقی بکنیم که حتی از جنس صدا هم نیست، سکوته. و به نظر من مهمترین صدا سکوت. خیلی جالبه که بدونیم اون قطعی تصنیف کرد تحت عنوان 3 دقیقه و 44 ثانیه برای سازهای مختلف، یعنی قابلیت تنظیم برای اجرای سازهای مختلف هست که توش 3 دقیقه و 44 ثانیه سکوت محض. قطعه زیبایی هم هست. و شاید بگیم که خب تاریخ موسیقی قراره راجع به اصوات باشه، اما میبینیم که سکوت ها هم میتونن وارد تاریخ موسیقی بشن. پس یک تصور پیشین نمیتونه به ما کمک بکنه که از قبل یک نقشه‌ای داشته باشیم بگیم که این هر آن چیزی است که باید در تاریخ موسیقی باشه. پس اینجاست که رویکرد تاریخی خیلی به ما کمک میکنه. پس شاید اینجا یک تناقضی برای شنوندگان ایجاد بشه که آقا شما میگید شما یک نقشه راهی دارید و الان میاد میگه شاید هیچ نقشه‌ای وجود نداشته باشه برای بررسی. میخوام این تناقض رو برای بینندگان کم شفاف سازی کنی. بله. ببینید ما گفتیم با عینک‌ها نگاه میکنیم دیگه، شاید بگی خود اون عینک‌ها دارن تحمیل میکنن یه چیزی رو به تاریخ، اما وقتی در طول تاریخ جلو بریم خود جریان تاریخی باعث میشه هی اون عینکه رو انگار جاهایش رو که مه گرفته و خوب دیده نمیشه پاک بکنیم و بعضی وقتا عوضش کنیم. چه بسا اگر دیدیم عینکمون به کارمون نمیاد عوضش بکنیم. بعضی وقتا ریبن بزنیم، بعضی وقتا ریبن رو برداریم برند دیگه بزنیم. بله، چه بسا هر کدومش در جای خودش میتونه به بهتر دیده شدن اون پدیده به ما کمک بکنه. اما مازیار جان برگردیم سر بحث اصلیمون و دامنه موضوعی تاریخ موسیقی. بله. چه چیزهایی رو میز داریم ما در این جلسات؟ بله، ببینید ما از زوایای گوناگونی میتونیم وارد این ماجرا بشیم. یکی از اونها یک تقسیم بندی رایج تحت عنوان تقسیم موسیقی به موسیقی نظری و عملی. لابد در موسیقی نظری ما تاریخ آهنگسازان رو بررسی میکنیم، تاریخ زندگانیشون، آثاری رو که پدید آوردن، چگونگی خلق آثار موسیقی در گذر زمان. و در موسیقی عملی میخوایم راجع به نحوه اجرای آثار موسیقی صحبت بکنیم، راجع به نوازنده ها هم صحبت بکنیم، نوازندگان، نحوه آموزش و تعلیم موسیقی. چقدر هم این بحث مهمه. بله، میتونه راجع به نحوه تطور و دگرگونی اشکال آلات موسیقی باشه که میخوایم بررسی کنیم. آیا ما در این جلسات به اینها میپردازیم یا خیر؟
به این پرسش در آخر جلسه پاسخ خواهیم داد. فعلا داریم ترسیم میکنیم آنچه که روی میز هست، آنچه که میتواند موضوع تاریخ موسیقی باشد، نه موضوع تاریخ موسیقی ما. بله. در مورد آهنگسازان میشه از زوایای گوناگونی به قضیه نگاه کرد. یه بخشیش اون اصول فنیه، اون مهارت‌ها و اون اصطلاحاتیه که آهنگسازان از اونها استفاده کردن در خلق. ما یه تاریخ اصطلاحات موسیقی بله. دانشنامه‌ها داریم. دانشنامه‌ها میتونیم داشته باشیم. تاریخ فرایندی که آثار موسیقایی خلق شدن به لحاظ فنی، با اصطلاحات، با محاسبات، آزمون خطاها. بله دقیقاً. و یک بخش دیگه ایش که میتونه خیلی جذاب باشه، منبع و منشأ الهام خلق آثار موسیقی. این خیلی جذابه این بحث و خیلی دوست دارم اگه توی این زمینه یه پرانتزی باز کنیم و یه توضیح راجع به این قضیه بدی برای شنوندگان. حتما حسین جان. در گذشته باور بر این بود که منبع خلق آثار گوناگون، چه ادبی، چه علمی، چه هنری، خود آدمیان نیستن. همیشه اونها یک منبع الهامی بیرون از خود دارن که در گذشته خدایان تلقی می شدن. مثلا در یونان باستان دختران زئوس و نیموزینه که موزها خطاب می شدن، موز به مانند موز نوشته میشه ولی موز خونده میشه یا میوز هم خونده میشه. بله خونده میشه. دختران زئوس و نیموزینه نیمه خدایانی بودند که الهام بخش ادبیات، علوم و هنرهای گوناگون تلقی میشه. شاید برای شنوندگان سوال بیاد آقا واژه موزیک یا میوزیک ربطی به این ریشه داره؟ دقیقاً این واژه‌ای که امروز ما ازش استفاده میکنیم تحت عنوان موزیک از خود موزها گرفته شده که دخترانی هستند که منبع الهام خلق آثار هستند. یکی از شعرای مهم یونان باستان که یکی از مهمترین منابع شناخت ما از اسطوره‌های یونان هست، شخصی به نام هزیود. بله هزیود. او در روایت خودش معتقده که موزها 9 تا هستن، یعنی 9 تا دختر هست حاصل ازدواج میان زئوس که خدای خدایان باشه و نیموزینه که نماد حافظ است. و ماشاءالله زئوس چه دختر دوست بوده. یعنی دختر عشق باباشه. بله و این دختران همه در خدمت در واقع خدای خدایان هستن. نخستین اونها کلیو نام داره که الهه تاریخ و تاریخ نویسی است. کلیو خانم الهه تاریخ و تاریخ نگاری است. بکنم خیلی با شما قرابت خوبی خواهد داشت کلیو. امیدواریم و که به ما کمک بکنه در این فرایند. دیگری شخصی است به نام اوترپ که الهه فلوت و نینوازی است. سومی تالی نام داره، الهه کمدی و طنز. و دیگری ملپومن نام داره که الهه تراژدیه. آخ شاید از اون دسته دخترای سیاه بخت زئوس بوده باشه. پنجمی ترپسیکور نام داره که الهه شعر و رقصه و فکر کنم بسیار زیبا هم بوده. بله زیباترینشون ترپسیکور هست. بعدی اراتوه که واژه اروس و در زبان ما امروز اروتیک از اون اخذ شده. در واقع اون الهه‌ای است که اشعار مبتذل
و شهوانی یا بگوییم هزلیات رو به دیگران الهام میکنه. دختری اغواگر است. بله. دیگری اورانی نام داره که الهه نجومه. خیلی یاد واژه اورانوس میندازه. دقیقاً همینطوره. هشتمی کالیوپه نام داره که الهه الهام بخش اشعار حماسی است. شیر دختری است. بله. نهمی و آخری پولیمنی نام داره که الهه الهام بخش اشعار مقدس یا مذهبی یا ارزشی است. چه جالب. این 9 تا در گذشته الهام بخش هنرها، علوم و فنون گوناگون به انسانها تلقی می شدن. حالا در طول تاریخ هر چقدر بیایم جلو خواهیم دید که چقدر تلقی از این خدایان عوض میشه. وقتی وارد قرون وسطا بشیم خواهیم دید که برخی از اینها به طور کلی ممنوع میشن. لابد به ذهن چنین متبادر میشه که اراتو احتمالاً یکی از اونهاست که باید مورد ممیزی و سانسور کلیسا قرار بگیره. و فکر کنم چه داستان‌ها و کشمکش و گیس و گیس کشی‌های بین اراتو و پولیمنی. اراتو همون دختر اغواگر و پولیمنی همون الهه اشعار مذهبی و مقدس پیش بیاد. بله، دوره قرون وسطا. کاملا درسته. توجه داشته باشیم از یک دوره به بعد، به ویژه در قرون وسطا، دیگه این اشعار و هنرهای به اصطلاح اروتیک دیگه منشأ الهامش خدایان نتوانند بود، بلکه القاءات شیطانی تلقی میشن. پس سر و کله شیطانم پیدا میشه. بله. و خیلی جالب بدونیم ما در زبان انگلیسی به نابغه میگیم جینیس. این واژه برگرفته از واژه گنیوس لاتینه که برخی معتقدن او هم اخذ شده از واژه جن در زبان عربی. تو جالب. ما تلقیمون شاید از جن یک سری موجودات عجیب غریب باشن که سم دارن یا در هیئت خاصی هستن، ولی عرب در گذشته به هر چیزی که نادیدنی بوده و پوشیده شده بوده لفظ جن رو ازش استفاده میکرد. بله. مثلا مجنون کسی بوده که عقلش پوشیده شده بوده. یا مثلا داریم که فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. وقتی میگه که جن علیه اللیل یعنی شب بر او پوشیده شد. فعل حتی صرف میشه به این شکل. واژه جنت، دقیقاً جنان، دقیقاً همینطوره. و بعد توجه داشته باشیم که جن یک کارکرد معرفتی هم داشته. یه وقتایی یه نفر وقتی نابغه بوده میگفتن یه چیزی گفت به عقل جنم خطور نمیکرد. درست. خود این نشون میده نوابغ آدم هایی که کارهایی میتونن بکنن، چیزهایی بیافرینن که دیگران از انجامش عاجزن، گویی با یک عوالمی در ارتباط بودن که از دسترس عموم مردم دور بود و همگان نمیتونستن بهش راه داشته باشن. یعنی به عقل سلیم انسان اون شاهکارهایی که ممکنه یک انسان خلق کرده باشه از دید عموم شاید نرسه اون نبوغ و اون استعداد و انگار باید یک الهه‌ای، نیمه الهه‌ای از طرف خدای خدایانی، حالا در ادیان مختلف از طرف خدایی در لوح وجود و ذهنش گذاشته می شده اون الهامات تا بتونه اون اثر رو خلق کنه. بله دقیقاً همینطوره. حالا یک سوال مازیار جان، اگر خدای خدایان زئوس یا دخترانش همون موزها میوزها که منشأ الهامات یک انسان یک بشر بودند، اگر میخواستن که تمام این زیبایی ها رو حالا چه در زمینه‌های مختلف در همین 9 تا زمینه که بررسی کردیم رو در همون دنیای آسمانی خودشون داشته باشند تا اینکه اون انسان اون الهامات رو تازه بیاد جاری کنه توی جهان، خب چه کاری بود؟ یعنی خود این الهه ها، خود اون خدای خدایان توانایی نداشته بدون واسطه گری انسان این زیبایی ها رو جاری کنه؟ بله، پرسش بسیار مهم در این حال دشواری است. معمولا خدایان و خدایگون بودن رو با قدرت میشناسیم، قدرت که هیچ حدی بهش نمیخوره و هر کاری بخواد میتونه بکنه، قادر مطلق. بله. اما در این حال گویی که برای دیدن
قدرت خودش دوست داره اون رو انگار از طریق یک موجود دیگه‌ای ببینه. انگار دوست داره یه آینه‌ای باشه که شبیه به او باشه. اینجا انسان آینه است برای خدا که اون زیبایی خودش رو در اون آینه ببینه، یا انسان یک واسطه بیچاره است که قراره یه سری الهامات و زیبایی رو حمل کنه از جانب خدایان. این بستگی البته به رویکرد الهیاتی ما داره که اولا تصورمون از خداوند یا خدایان چه باشه و در پرتوش انسان رو در چه نسبتی با او ببینیم. هر کدوم از این رویکردهایی که شما میگی مدافعانی داشته و داره، چون ممکنه سوال هر کدوم از شنوندگان ما با رویکرد خودشون باشه، با عینک خودشون. و حالا نمیخوام که سخن رو طولانی کنیم و از وارد این مباحث بشیم، شاید فرصتی دست داد یک پادکستی درست کنیم در این مباحث. حتما میخوام که بحث رو ادامه بدیم و میشنویم صحبت شما رو. ممنون حسین جان. ببینید یک شکل دیگه‌ای هم متصوره از تاریخ نگاری موسیقی و اون انگار یه ذره بعد بالا بیایم و از یک نگاه دیگری به قضیه نگاه بکنیم. یعنی چطوری؟ یعنی تاریخ اون افرادی رو بگیم که در صدد تاریخ نگاری موسیقی بودند. یعنی تاریخ نگاری موسیقی رو بگوییم. گل بود به سبزه نیست آراستش. شاید خیلی جالب باشه برای مخاطبانمون که بدونن تاریخ نگاری موسیقی یک پدیده مدرنه. در زمانهای گذشته کتبی تحت عنوان تاریخ موسیقی وجود نداشته. راجب موسیقی صحبت میکردن، راجبش نظریه پردازی میکردن، اما موسیقی هیچ وقت یک دیسیپلین مستقلی نسبت به مابقی علوم نبوده و هموارش چه بسا ذیل علم فیزیک و ریاضیات تلقی می شده. برای همین تاریخ نگاری هایی که ما در مورد موسیقی داریم هم نسبتاً جدیدن و از زمان و دوران رنسانس به بعده که پدید میان. یک مثال هایی بزنیم در این مورد. مثلا نخستین کسی که در آلمان تاریخ موسیقی نوشته شخصی است به نام پرینس که در سال 1690 میلادی تاریخ موسیقی نوشته. قرن 17. بله. دیگری در ایتالیا شخصی است به نام بونتمپی که در سال 1695 چنین کاری کرده. به زبان فرانسه برادران بونه با استفاده از مواد و مصالحی که شخصی به نام بوردلو فراهم کرده در سال 1715 تاریخ موسیقیشون رو منتشر کردند. و در زبان انگلیسی شخصی است به نام راجر نورت که در سال 1728 تاریخ موسیقیشون نوشته، اما تا سال 1846 یعنی تا قرن 19 منتشر نشده. چرا؟ به دلایل گوناگونی. شاید این منابع به طور کافی در اختیار نبوده یا نسخه های گوناگونی پراکنده ازش بوده که این مدت زمان بسیار زیاد که بیش از 100 ساله نخستین تاریخ موسیقی به زبان انگلیسی طول میکشه تا منتشر بشه. از این هم نگذریم که اختراع دستگاه چاپ هم بسیار مهم بوده در انتشار و مکتوب کردن این تاریخ های موسیقی. صد البته در مورد تاریخ همه چیز، نه فقط تاریخ موسیقی. صرفاً چون بحث ما در این باره است. بله. اما شکل دیگری از تاریخ نگاری موسیقی در قالب دیکشنری ها بوده. دیکشنری هایی که عبارت بودن از واژگان و همچنین شکلی همانند دایره المعارف نیز هم داشتن. من گمان میکنم در گذشته واژه دیکشنری معنایی وسیع‌تر از واژه‌ای که امروزه بله امروز ما به فرهنگ واژگان و فرهنگ لغت میگوییم دیکشنری. بله در زمان گذشته معنای عام‌تر داشته، به دایره المعارف. بله همونطور که گفتیم به دایره المعارف ها هم دیکشنری، دانشنامه هم میگفتن. دقیقاً. مثلا برخی از دیکشنری ها بودن که صرفاً به اصطلاحات میپرداختن. نخستینش شخصی بلژیکی بوده به نام یوهان تینکتوریس که در سال 1474 اثر خودش رو منتشر کرده، یعنی در قرن 15 میلادی. دیگری فردی فرانسوی است به نام شارل لوکانیه که در سال 1678 چنین کاری کرده. دیگرانی هم بودند به مانند یان کووا در 1701 و بروسار در 1703 که چنین کاری انجام دادن.
برخی دیکشنری ها بوده که فقط حاوی بیوگرافی و زندگی نامه موسیقی دانان بوده، مثلا کاری که گربر در سال 1790 انجام داده. اما به این شکل تکامل یافته تری هم بوده دیکشنری هایی که هم دارای واژگان تخصصی بودن و هم دارای بیوگرافی موسیقی دانان. مثلا جی جی والتر در سال 1732 این کارو کرده و دیگری شخصی است که به واسطه شخصیت نازنین آقوی همساده ما ایرانی ها باهاش آشنا هستیم. او کیست؟ کنم ژان ژاک روسو. بله، که در سال 1767 این کار رو انجام داده. روسو یک فیلسوف بزرگ بوده اما در زمینه موسیقی هم فعالیت‌های بسیاری داشته. خدا خیرش بده. بله. رسالش هم اتفاقا از زبان فرانسوی در سال 1998 به انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان جستاری در باب منشأ زبان‌ها و نوشته‌های مربوط به موسیقی. امیدوارم کسی همت بکنه و این متن رو به زبان فارسی ترجمه بکنه. ما حمایت میکنیم که کار انجام بده و حتی من حاضرم یه پادکست درست کنم که بیام این متن خوانده بشه درش. انشالله همگی مطمئنا استفاده خواهیم کرد. بامید خود. اینها رو گفتیم به اینجا برسیم که نحوه تاریخ نگاری موسیقی هم خودش تاریخ داره و چه بسا عوامل گوناگونی تأثیر میذارن روی تلقی آدم‌ها از نحوه تاریخ نگاریشون. مثلا یک نمونه رو در قرن 20 با همدیگه بررسی بکنیم. شخصی به نام والدو سلدون پرات که متوفای 1939 میلادی است. کتابی نوشته در سال 1907 راجع به تاریخ موسیقی و مبنای خودش رو برای اخذ اون مواد و مسائل و عینک خودش رو شروع کرده توضیح داده. پیش از جنگ جهانی اول. بله، پیش از جنگ جهانی اول. معتقد بوده تاریخ موسیقی در یک تقسیم بندی طبیعی که خود واژه نچرال هم اینجا میتونه جالب باشه تقسیم میشه به موسیقی مردم متمدن و نامتمدن. چه جالب، مردم دارای تمدن و مردمی که از نعمت تمدن بی بهره بود. بله. در مورد نامتمدن ها اونها رو به دو گروه تقسیم میکنه. گروه نخست مردمان بدوی هستن، تمدن های بدوی، پریمیتیو. مثلا چیزی که توی ذهنمون میاد اینه که یه عده مثلا دور آتش جمع شدن، یه مراسم مذهبی خاصی دارن، یه موسیقی پخش میشه، دور آتش میرقصن یا چیزهایی رو اشعاری رو میگن. یه آیینی بسیاری دارن. بله همچین تصوری ممکن داشته باشی. گروه دیگر گروهی هستند که اونها رو نیمه متمدن مینامه. جالبه نیمه متمدن هم در گروه نامتمدن قرار میگیره. چه جالب. توی نیمه متمدن ها چه عزیزانی رو جای داده؟ پرات تمدن هایی رو ذکر میکنه که خیلی جالبن. چینی ها، هندی ها، مصری ها، یهودیان و مسلمانان که مرادش از مسلمانان موسیقی ایرانی و موسیقی عربیه. دست گلشون در نکنه و نکنه خودشون هم دیگه توی متمدن ها جای پرسش نیست که مرادش از متمدن ها هم یونانیان و رومیان و موسیقی اروپای مدرن بعد از قرون وسطی است. حالا ما سعی میکنیم که مغرضانه نگاه نکنیم الان. حالا احتمالاً او دلایلی داشته شاید. نخستین کار و ساده ترین کار اینه که بگیم او فردی خودشیفته بوده و میخواد بگه که ما غربی ها از مابقی ملل دنیا آدم های متمدن تر و با فرهنگ تری هستیم و متوهم تر. ولی خب این قضاوت هم عجولانه است. گرچه من انکار نمی کنم ممکنه چنین وضعیت روانشناختی در او بوده باشه، اما دلیل داره. دلیلش اینه که نخستین بار در مغرب زمینه که در واقع موسیقی به شکل مدون و نظاممند عرضه میشه. درست، اصلا سیستم غرب مغرب زمین در همون زمان یونان باستان هم بخشیش به خاطر همین نظاممند بودن و مستند شدن و مکتوب شدنه که پیشرفت و به جای مانده. البته این که این دعوی تا چه اندازه درست و مطابق با واقع هست یا نه رو در مورد موسیقی شرقی باید به طور جداگانه راجبش صحبت بکنیم. شاید در پادکست جداگانه ای من یا یکی دیگر از همکاران عزیز به تفصیل راجبش صحبت بکنیم. با افتخار در خدمتت هستیم. سلامت باشین.
اما این نمونه رو از قرن 20 از آقای پرات ذکر کردم که یک رویکردی رو نشون داده باشم نسبت به تاریخ موسیقی. این رویکرد در قرن 21 یعنی در زمانه ما دیگه طرفدار چندانی نداره و بسیاری حتی بران شدن که وقتی میخوان تاریخ نگاری موسیقی رو انجام بدن و راجع به تمدن غرب صحبت بکنن، قید تاریخ موسیقی در تمدن غرب رو ذکر بکنن، بگن که داریم راجع به وسترن کالچر داریم صحبت میکنیم، کاتگورایزش کنن. دقیقاً. یا برخی بیان یک مجلد جداگانه ای رو راجع به موسیقی شرق بگذارن و اونجا اون رو با اقتضاعات خودش بررسی بکنن. و این رو هم بهتون بگیم که در قرن 20 شاید بگم یه جریانی بوده، یا قرن 19 در ادبیات هم آغاز شده. در قرن 20 بسیاری از نوازندگان و موسیقیدانان بزرگ بودن که گشودگی بسیار از خود نشان دادن نسبت به فرهنگ، تمدن و هنر شرقی. دیگه از مهمترین اونها نوازنده ویولون بزرگ یهودی منوهینه که همکاری‌های بسیار جذابی با نوازنده سیتار مشهور هندی راوی شانکار انجام داده که حقیقتاً مصداق مواجهه تمدن‌ها در صلح و دوستی با یکدیگر. مازیار جان، به نظر من همیشه غرب مغرب زمین دنیای سوالها بوده و شرق و مشرق زمین دنیای جوابها. و رویارویی این دو تمدن، اگر ازش بتونیم به عنوان تمدن نام ببریم، دو فرهنگ، خیلی گشایش های خاصی در تاریخ موسیقی هنر داشته یا اصلا در تاریخ بشریت داشته. و شما سخن از یهودی منوهین راوی شانکار کردید. یهودی منوهینی که کروات میزد، شیک وای میستاد، سر ویولون بالا میگرفت و قطعات دشوار آهنگسازان غربی رو اجرا میکرد. زمانه باهاش چه کرد که پا به هند گذاشت، با راوی شانکار آشنا شد، اونجا با استاد یوگی به نام آینگر آشنا شد و مسیر زندگیش اصلا عوض شد. وقتی برگشت، من بکنم کتابی نوشت تحت عنوان 6 درس یهودی منوهین در باب ویولون که چاپ هم شده، به زبان فارسی هم ترجمه شده. و یهودی منوهین میاد 4 زانو مینشینه، ویولون رو به صورت 4 زانو در کنار راوی شانکار میزنه و واقعا خیلی این رویارویی ها جالب و عجیبه. بریم سراغ ادامه بحث مازیار جان اگه مایل باشه. بله باید توجه داشته باشیم که این اصطلاحات شرقی غربی کردن شاید برای آموزش و برای اینکه خردتر بکنیم موضوع رو تا راحت‌تر پژوهش بکنیم راجبش مفید باشه. صد البته. اما نباید باعث بشه که با این برچسب‌ها جدا بشیم و خودمون رو حبس کنیم در یک فضای بسته و دائما، چون هیچ چیزی راحت‌تر و سهل‌تر از برچسب زدن به دیگری برای طردش نیست. و شاید
این قضیه رو من برام ملموس‌تر باشه که چون من سال هاست که در زمین آموزش فعال هستم، میان پیش ما میگن آی فلانی شما ویولون با بچه ما چه سبکی کار میکنی؟ میگیم ما موسیقی کار میکنیم. و درسته ما برای یادگیری ادبیات یک ساز گریزی نداریم، چاره‌ای نیست جز آشنایی با ادبیات اون ساز. اگر فرنگی خب باید ادبیات فرنگی اون ساز رو یاد بگیریم، اما نباید خودمون رو در قالب و چهارچوب 100% اون فرهنگ بدانیم و بدونیم که آقا حالا به فرض مثال ویولونی قرار یاد گرفته باشه صرفاً سبک خاصی داشته باشه. درسته، سخن رو کوتاه کنیم و بپردازیم به ادامه پس. بله حسین جان، اما به علاوه این بحثی که مطرح کردیم برخی علوم دیگری هم وجود دارن که به ویژه در دوره معاصر ما خیلی طرفداران بسیاری دارن. علومی که از یک زاویه خاصی به موسیقی نگاه میکنن. مثلا دانشی هست تحت عنوان جامعه شناسی موسیقی، به موسیقی میپردازه از اون حیث که موسیقی چه نقشی رو در جوامع ایفا کرده. جامعه شناسی موسیقی. یک رشته دیگه‌ای وجود داره تحت عنوان روانشناسی موسیقی. شاید بسیار جذاب باشه برای انسان این عصر. دقیقاً، اینکه در این شرایط موسیقی با روح و روان آدمی چه میتواند بکند، یا به بیان دقیق‌تر کدامین موسیقی با روح و روان آدمی چه کارهایی میتواند بکند. روان آدمی بسیار مورد بحث قرار داده میشه و خدایان شاید بعضی وقت اینجا کنار برن و روان یک انسان صرف بررسی میشه. و حتی در یک ساحت بالاتر چیزی تحت عنوان موسیقی درمانی، آرت تراپی اصلا رشته است که امروزه رشته نوظهوری است، خود موسیقی تراپی، و واقعا رشته های جذابی هستن. و حتی بنیادی ترینشون رشته تحت عنوان فلسفه موسیقی که اصلا موسیقی چیست، که همپوشانی چه بسا پیدا بکنه در خیلی جاها با رشته دیگری تحت عنوان موزیکولوژی یا موسیقی شناسی، که ما در ایران حالا موسیقی شناسی بومی etno موزیکولوژی رو بیشتر در دانشگاه همون داریم. و این علوم هر کدوم از این علوم هم تاریخ خود رو دارن. البته مازیار جان، گزینه‌های روی میز رو به اجمال و به تفصیل ازش سخن گفتید. ما در این سلسله جلسات می‌خواهیم کدام یک از این گزینه‌ها رو انتخاب کنیم و با چه عینکی با چه روی کردی بررسیشون کنیم. بله حسین جان، ما طبیعتاً به مباحث تخصصی این علومی که گفتم، یعنی جامعه شناسی موسیقی، روانشناسی فلسفه موسیقی و موزیکولوژی به طور خاص، خیلی نمیتونیم واردشون بشیم، چون هم از حوصله این بحث میتونه بیرون باشه و همین که چه بسا وارد اصطلاحات تخصصی بشیم که مخاطب بعد برای اونها پیش زمینه‌های لازم رو داشته باشه. اما طبیعتاً در جاهایی که لازم باشه داخل پرانتز یا به تعبیری در پاورقی یه سری نکات رو خدمت مخاطبان خواهیم گفت. بسیار عالی. اما در مورد مثلا برخی چیزها مثل تاریخ تطور آلات موسیقی شاید کمتر بتونیم صحبت بکنیم و یا راجع به خود اصطلاحات فنی و تخصصی، چون می‌خوایم که دامنه مخاطبانمون وسیع‌تر باشه و افرادی، چه اونهایی که خودشون از قضا دستی بر آتش دارن و چه آنانی که صرفاً از دوستداران موسیقی هستن، از مباحثی که مطرح میکنیم نصیب ببرن. برای همین به طور کلی بحثمون رو محدود سعی میکنیم بکنیم. اولا به تاریخ زندگانی موسیقیدانان، آهنگسازان و نوازندگان گوناگون، نحوه آموزش موسیقی رو حتما راجع بهش صحبت میکنیم. حتما راجع به بستری که توش موسیقی پدید میاد که مرتبط با موسیقی تاریخ، اون بستر زمینه یا بافتی که موسیقی توش پدید میاد و چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میتونه به حیات خودش ادامه بده و بعضن با چه چالش هایی برای اشاعه و نشر خودش مواجهه، راجبش صحبت خواهیم کرد در جلسات آینده که به گمانم بتونه برای مخاطبان مفید باشه. و همچنین
به فراخور بحث راجع به نحوه تاریخ نگاری موسیقی و ارتباط موسیقی با دیگر علوم در زمانه‌ها یا اعصار گوناگونی که راجع بهشون صحبت خواهیم کرد مواجه خواهیم شد و به تفصیل راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. مازیار جان، در جلسه بعدی که جلسه دوم ما میشه از این پادکست، ما قراره که از کجا شروع کار رو داشته باشیم و استارت بزنیم؟ بله، در جلسه نخست به ترسیم نقشه راه پرداختیم، اون هم به اجمال. هرچی جلوتر بریم خود نقشه راه هم جزئیات بیشتری از خود رو به ما خواهد نمایاند. در جلسه بعدی به دلایلی که اون رو هم در جلسه بعدی خدمت مخاطبان خواهیم گفت، کارمون رو از قرون وسطا آغاز خواهیم کرد. قرون وسطا یعنی توجه داشته باشیم دامنه بحث ما هم محدود میشه به تاریخ نگاری موسیقی در مغرب زمین. و به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم مازیار جان که میخواستم راجبش بگم. ما در این سلسله جلسات محور بحثمون در مغرب زمین میگرده. بله، و باید توجه داشته باشیم که تاریخ موسیقی چه بسا بتونه فهمی عمیق‌تر از قدرت عاطفی موسیقی و نقشش در اجتماع به ما بده، چه بسا بتونه فهمی عمیق‌تر از عناصر بنیادین سازنده خود موسیقی به ما بده، چه بسا بتونه قابلیتی بیشتر برای سخن و نگارش بیشتر درباره موسیقی به ما بده و همینطور حتی برای نوازنده‌ای که چه بسا مباحث نظری براش خیلی جذاب نباشه، بتونه یه مبنای پیدا بکنه، یک منبعی پیدا بکنه برای کشف بیشتر آثار و رپرتوارهایی که بتونه اجرا کنه. خیلی مهمه ما رپرتوار که میخوایم اجرا کنیم شناخت خوب یا لااقل شناخت متوسطی از اون دوره تاریخی داشته باشیم. اگه میخوایم باروک بزنیم، رنسانس، حالا رنسانس که زیاد رپرتوار خاصی این روزا اجرا ما نشنیدیم ازش، ولی باروک بخوایم بزنیم، بخوایم دوره‌های دیگر رو بزنیم، خیلی مهم که شناخت داشته باشیم از اون دوره و حسمون بیشتر میشه تو نوازندگی و انگار یک انسان باروکی میشیم، یک انسان رمانتیک میشیم و حالا دست بنده که بهش اشاره نخواهم کرد فعلا. دقیقاً گویی که ما میخواهیم موسیقی و آثارش رو با این رویکرد تاریخی که داریم همچون موجودی زنده دارای تاریخ و هویت خاص خود ببینیم و در عصر امروز جان ببخشیم. دقیقاً در عصری که شاید همه چیز مکانیکی و این مدرنیته، این جامعه مدرن خیلی از زیبایی ها، خیلی از صفاهای زندگی رو برده، صفای هنر رو برده، صفای موسیقی رو برده و خیلی کمک میکنه که اون مجری، اون نوازنده جانی دوباره ببخشه به فضای غمبار و فضای دلمرده هنر و موسیقی. و امیدوارم که ما بتونیم در این سلسله جلسات در حد توان در انجام این مهم کامیاب باشیم و انشالله عمری باشه بنده بتونم به یاری خدا این جلسات رو در کنار شما مازیار جان پیش ببرم و جا داره تشکر کنم از همه عزیزانی که کنار ما هستند در این سلسله جلسات تا این پادکست در بالاترین کیفیت و در خور و شأن شما شنونده محترم و ارزشمندمون قرار بگیره. و همیشه این شعر رو مازیار عزیز به خودم یادآوری میکنم از حضرت حافظ که همت هم بدرقه راه کنی طائر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. تا جلسه آینده و قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار و به امید دیدار.